امروز با برآمد هنرمندان و هوسکاران شهر کلوب دور اول فستیوال آزمون جمهوریوی تلویزیونی اندلیب 2023 جنبست می‌گردد. واقعاً هم امسال با آزمون جمهوریوی اندلیب 2023 هنرمندان و هوسکاران همه شهر و ناحیه‌ها با تیاری خوب آمده بودند. هیئت حکمان باشند، هنر و مهارت هنرمندان و هوسکاران شهر کلوب را بهاگذاری خواهند کرد. بازار هنر بخش اولی فستیوال آزمون جمهوریوی تلویزیونی ایجادیات خلق اندلیب 2023 می باشد. در قصر فرهنگ شهر کلوب هنرمندان با اشتراک در این بخش نمونه بهترین محصول ایجاد و هنر و مهارت خویش را به نمایش گذاشتند. هیئت حکمان، رهبریت شهر کلوب و دیگر مهمانان از نمایشگاه دیدن کرده به مهارت هنرمندان شهر کلوب بهای سزاوار دادند. در این نمایشگاه بیش از 30 نفر هنرمندان محصول هنر و ایجاد خود را پیشکش کردند که یکی از دیگر بهتر و زیباتر بود. در بخش دوم فستیوال آزمون باشد اجرای سرود همسرایان با 3 آواز و یکخوان در فستیوال آزمون امسال پدیده نو بود. مورد ذکر است که فستیوال آزمون امساله از فستیوال آزمون‌های قبلی با برآمد هنرمندان و هوسکاران، نوآوری‌ها، احیای هنر و عنعنه‌های مردمی به کلی فرق داشت. در همه شهر و ناحیه‌ها بیشتر جوانان روی صحنه برآمدند که هدف اساسی فستیوال آزمون به شمار می‌رود. حکمان آزمون نسبت اشتراکچیان خیلی سرطلب بودند. آیین‌نامه آزمون را در شهر و ناحیه‌ها رعایت نموده به هر یک برآمد بهاگذاری می‌کردند. از 10 تا 22 ایولی سال 2023 در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان فستیوال آزمون مذکور در سطح بلند فرهنگی برگزار گردید. باید قید نمود که ما حکمان فستیوال آزمون در منطقه کلوب از هنر و مهارت هنرمندان و هوسکاران شهر و ناحیه‌های منطقه کلوب دیدن نمودیم و بهترین دسته‌های هنری شهر و ناحیه‌های منطقه کلوب را از روی طلبات نظامنامه به دور جمهوریوی پیشبری می‌نماییم. اکثر اشتراکچیان فستیوال آزمون در شهر کلوب باری اول روی صحنه برآمده از مهارت بلند خویش در سمت صنعت صدا بلند کردند. نوازش یکه در اجرای هوسکار از سلوله خلف‌ها جالب و شنیدنی بود که از جانب حکمان با 10 خال سزاوار گردید. در بخش پارچه از جشن و عنعنه‌های ملی هنرمندان لحظه‌ای را از دستپوشان عروس پیشنهاد کردند. همه بخش‌های پیشنهاد نموده هنرمندان شهر کلوب به حکمان پسند آمد که سزاوار بهای بلندترین در ولایت ختلان گردیدند. 25 شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان شهر باستانی کلوب توانست که در دوره نظامنامه این آزمون که از 12 بخش یعنی که عبارت بود ما سزاوار 120 خال گردیدیم که ما احسن و آفرین میگیم به تمام هوسکاران و هنرمندان شهر کلوب، به تشکیل کنندگان این چهارمی اهل فرهنگ شهر کلوب آمادگی خود را به دور نهایی آزمون که نیمه ماه آگوست در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد آماده می‌گردیم. اکنون هنرمندان شهر کلوب و ناحیه مومن‌آباد در منطقه کلوب جای یکم و دوم را سزاوار گردیده برای اشتراک در دور جمهوریوی آمادگی می‌گیرند. شیرین جان سفرزاده، سیف‌الدین اسماعیلوف از شهر کلوب برای برنامه نوید.